سلام، دیاکو هستم از تیم تخصصی افیکس گلدن گروپ. قطعا تو هم از اون دسته افراد هستی که میگن با خبر ترید نکن. بذار ساده بهت بگم، ما دو دسته افراد داریم: افرادی که با فاندا سر و کار دارن، افرادی که با تحلیل سر و کار دارن. همیشه این چارت به فاندا اولویت داره. ساده تر بگم، این که میگم با تایم خبر ترید نکن از پای اشتباه. چرا؟ چون تحلیل با خبر هم جهت هستن و توی یه روندی هستن. تنها چیزی که تو اونا تأثیر داره قدرت روند اوناست که تو تایم خبر قدرت روند خیلی بیشتره. تنها کاری که تو باید انجام بدی اینه که تو باید حجم تو کمتر کنی. تحلیله، هیچ فرقی نداره چه تایم خبری باشه چه تایم عادی، همیشه خبر با تحلیل توی یه جهتی هستن. پس این چیزی که کردن تو ذهن ما خبر هم جهت تحلیل نیست یا با این که با خبر ترید نکن از پای اشتباهه. تنها باعث این میشه که از سود خوب مارکت جا بمونی. پس حتما تایم خبر رو امتحان کن، ولی با ریسک پایین تر. این پست رو سیو کن، حتما لازمت میشه.